تو رو خدا کلیدتون رو به هیچ کس ندید. یه روز ما کلیدمون رو دادیم به یه کسی، ببین چه بلایی سرمونه. این ویدیو رو تا انتها ببینید بهتون توضیح بدم. از اون روز که بعد من این کلید رو گرفتم دیگه هر صحبتی داخل خونه دارم میکنم تمام صحبتام داره شنیده میشه. نمیدونم چه اتفاقی داخل خونه افتاده، همه جا رو گشتم چیزی پیدا نکردم، اما با این دستگاه شنودیا تا وقتی روشنش کردم از طریق دوربینیا بهش چشممو گذاشتم اینجا، شروع کردم به گشتن دریچه‌های کولر، کلید و پریز، اما چیزی پیدا نکردم. اومدم سمت ساعت، دیدم یه چیز ریز کوچیک این زیر گذاشتم. اومدم گشتم دیدم بله یه دوربین ریز کوچیک اینجا کار گذاشته بودن. صدا و تصاویرم رو تمام شنیدن. اگه تو هم میخوای از این دستگاه داشته باشی، خونت رو ایمن بکنی، کلمه شنود این زیر واسه من بنویس، اطلاعات واسه ارسال میشه. تو رو خدا به هیچ کس اعتماد نکنی. این ویدیو بفرست واسه اون رفیقت که همیشه دلش میسوزه.